زود قبول میشه دعای اطفال است، چون اطفال نازنین پاک معصوم است. و عمر رضی الله تعالی عنه عادت داشت که گاه وقتی از اطفال از طفلکا طلب دعا میکرد، در کوچه ها یک هدیه‌ای میداد و یک دستی سر از اینا نوازش میکشید، بعد میگفت که بگین که خداوند عمر مورد رحمت و مغفرت قرار بده. ولی ما غافل از این میگه برا میگی بچه رسید. نه، شما مثلا یک طفلکی 2 ساله رو در خانه ببینی یا مثلا 3 ساله رو، وقتی که اون نشسته دستاشی تو بالا میکنه، خداوند خب بگذار به اون مقام عظمت و جلالی که داره، خوب قابل مقایسه و قابل مثال نیست، ولیکن حتی توی هم که نگاه میکنی بو تو رو به حالش رحم میاد، میگه اگه هرچی داشته باشی بو عنایت کنه. چطور ممکن است که طفلی به اون نازنینی دست بلند کنه در حق دعا کنه به او دعا رد بشه؟ سبحان الله. و یه مشخص نیست که حتما این بچه فلانی باشه که دعا کنه در حقش، نه طفل خودتون هم میشه، فرزندای خودتان در داخل خانه طفلکای نازنین. و من در یک جای خواندم که میگه که از بزرگان دین، مال اسمش فراموش کردم که میگه هر گاهی به مشکلی برمیخورد میرفت نزد اطفال، دل اطفال خوش میساخت با هدیه ها و از اونها دعا میگرفت برای حل مشکل.